سلام دوستان، امروز اومدم یاد بدم که چجوری متنمون رو سفید قرمز کنیم با برنامه اینشات. خب اول وارد برنامه اینشات میشیم، میریم تو قسمت ویدیو، پروژه جدید میسازیم، ویدیو دلخواهمون رو انتخاب میکنیم، میریم تو قسمت متن، هر متنی که میخوایم رو مینویسیم. مثلا من نویسم آموزش. بعدش میریم تو این قسمت، متنمون باید کاملا سفید باشه و حاشیه‌مون هم باید کاملا سیاه باشه. به این سه قسمت هم کاری نداریم. خب اینو میزنید، هر جا که دوست دارید متنتون قرار میدید. دوباره میرید تو قسمت متن، مینویسید آموزش، میرید تو قسمت دوم. حالا متنتون اینجا باید کاملا قرمز باشه، که چون میخوایم سفید قرمز کنیم اینجا باید متن کلا قرمز باشه. از سمت راست میشه گزینه دهمی و حاشیه هم که همون سیاه. بعدش میرید تو این قسمت، میرید تو قسمت پیچ خوردن. خب و این گزینه رو انتخاب میکنید. حالا این متن دومی رو روی متن اولی قرار میدید و اینطوری میشه متنتون سفید قرمز. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید.